کلیسای سنت پیتر واقع در واتیکان. کلیسای سنت پیتر بزرگترین کلیسای کاتولیک جهان و مهمترین مکان زیارتی محسوب میشه و گنجایشش 20,000 نفره. ساخت این کلیسا از 1506 تا 1626 طول میکشه و 18 نوامبر 1626 تقدیس میشه. معمارهای زیادی تو ساخت این بنا دخیل بودن که مهمترین اونها برامانته، میکلانج و مادرنو هستن. اسم این کلیسا بعد اینکه یکی از حواریون به اسم سنت پیتر اینجا دفن میشه به این نام تغییر پیدا میکنه. داخل این کلیسا آثار هنری ارزشمندی مثل خیمه برنزی بزرگ سنت پیتر با طراحی برنینی و مجسمه مرمرین پیتا یا سوگ مریم اثر میکلانج قرار داره. گنبد کلیسا غیر قابل وصفه که الهام بخش بسیاری از کلیساهای مهم جهانه. این گنبد با طراحی میکلانج شروع میشه تا اون رو ادامه میده و مادرنو در سال 1614 به پایان میرسونه.